اینطور روایت شده که ماتاجورو یکی از بزرگترین شمشیرزنان دوران خودش در ژاپن قدیم بود. کسی که یک شاگرد معمولی و میانه‌رو بود اما تبدیل به یک استاد بزرگ شد. در چند دقیقه ما با هم روش استاد و سرنوشت این جنگجوی بزرگ رو با هم بررسی میکنیم. گفته شده ماتاجورو فرزند یکی از خانواده‌های مشهور سامورایی دوران خودش بود. پدر بسیار غرور داشت روی شمشیرزنی، کل خانواده شمشیرزنان ماهری بودن. تو تمام اینها فقط ماتاجورو یک شمشیرزن میانه‌رو و معمولی بود. پدر از این نکته خیلی رنج می برد. بسیار تعلیمش داد، استادای زیادی گرفت اما نتونست، حریف نشد، تا اینکه خشم برش احاطه کرد و به سر پیش خودش آورد که تو هیچ وقت شمشیرزن نمیشی، تو آبروی منو بردی، تو به انجامی نمیرسی توی این خانواده. من تو رو از خانواده‌ام بیرون میکنم، برو عاقت میکنم. تا وقتی شمشیرزنی یاد نگرفتی به خانواده حق نداری برگردی. پسرشو بیرون میکنه از توی خانواده. هرچی همراهان اطرافیان وساطت میکنن میگه نه، تا شمشیرزنی یاد نگیره در این خانواده جایی برای اون وجود نداره. همراهیان به ماتاجورو تاکید میکنن که برو و سعی کن در ژاپن استادان بزرگی پیدا کنی، تعلیم ببینی و با هنر شمشیرزنی برگرد. ماتاجورو خسته، نگران، مشوش و ناامید به جستجوی یک استاد بزرگ در دهکده‌های اطراف شروع به گردش میکنه. در یه قهوه خونه به 2 نفر برخورد میکنه که اونها میگن یه استاد شمشیرزنی مشهور در دهکده مجاور تازگی سکنا گرفته، در یکی از مسافرخونه ها استراحت میکنه. اگر بتونی رضایت استاد رو جهت تعلیم خودت بگیری، از اون بهتر استاد گیرت نمیاد که تعلیم تو رو به عهده بگیره. ماتاجورو به دیدار استاد در خونه خودش رفت. در دیدار با استاد قصه خودش رو روایت میکنه. استاد بعد از اینکه صحبت‌های اونو میشنوه بهشون میگه که من فعلا قصد تعلیم شاگرد ندارم، برو یه جای دیگه یه استاد دیگه پیدا کن. ماتاجورو به التماس میفته. استاد همه میگن شما بهترین، همه میگن شما باید تعلیم منو به عهده بگیرین، همه میگن شما فقط میتونین منو ازم به شمشیرزن ماهر بسازید. استاد میگه همون که گفتم. به داخل برمیگرده، در رو قفل میکنه و شروع به استراحت میکنه. در این حین ماتاجورو که دیگه راهی برای خودش نمیبینه در پشت در میشینه به حالت تعظیم و تا صبح خواهش میکنه که استاد فقط شما رو دارم، کمکم کن، من نمیتونم برگردم، من باید در شمشیرزنی استاد به شما برگردم. بنزو که نام این استاد بود به ماتاجورو میگه پسر جون، این چیزی که من در تو میبینم حرفای پدر شما رو تایید میکنم. شما با این روشی که الان در پیش گرفتی هیچ وقت به استادی و تبحر در شمشیرزنی نمیرسی. ماتاجورو سوال میکنه استاد اگر تلاشمو بیشتر کنم، هرچی شما گفتین گوش کنم، چقدر میکشه که من یک شمشیرزن متبحر بشم زین نظر شما؟ استاد میگه 1 سال، شایدم 2 سال. ماتاجورو میگه خیلی کم استاد، من پدرم مریضه، باید برم خونه پرستاریشو بکنم، ولی اینطوری نمیتونم. اگه تلاشمو بیشتر کنم زودتر از این چقدر میکشه استاد؟ که استاد میگه 3 سال، شایدم بیشتر. ماتاجورو که تعجب کرده میگه استاد چطوره؟ اول گفتین 2 سال، بعد گفتین 3 سال. استاد جواب میده تا وقتی شما اینقدر عجله داری برای آموختن چیزی نمیشه به شما اون رو آموزش داد. ماتاجورو که متوجه نکته تعلیمی استاد در این لحظه شده میپذیره و میگه استاد شرط شما برای شاگردی پذیرفتن من به شاگردی چیه؟ که استاد میگه شما همونطور که گفتی هر چی که من میگم باید گوش کنی و شروط منم این. در خونه من مشغول میشی به خدمتکاری، ظرف‌ها رو میشوری، رخت خواب‌ها رو پهن میکنی، جمع میکنی، آشپزی میکنی، از مراجعین پذیرایی میکنی،
همه جا رو تمیز میکنی و در همین حالت به هیچ وجه اسمی از شمشیر و شمشیر بازی نمیاری تا زمانی که خودم تشخیص بدم و تعلیمت رو شروع کنم. ماتاجورو که اینجا خد اصطلاح شده و چاره‌ای نداره میپذیره و به قول معروف میگه که خدای خودت دیگه به داد ما برس. چندین هفته میگذره، چندین ماه میگذره، این مشغول شستن ظرفا، لباسها، خدمتکاری، جارو کردن، غذا درست کردن و اینها میشه. دیگه انقدر قصه میخوره که چرا استاد نسبت به من بیرحمی میکنه، شروع نمیکنه تعلیم من رو. چرا شروع نمیکنه؟ دیگه در حالی که تقریبا بعد از چندین ماه ناامید شده که دیگه شده یه خدمتکار حرفه‌ای برای خودش، در حال جارو کردن حیاط در یک روز بنزو با یه شمشیر چوبی که در دستاش از کنار ماتاجورو در حال رد شدن ناغافل بی هوا یه ضربه محکم به پشت ماتاجورو میکوبه. ماتاجورو که یه دفعه جا خورده تعجب میکنه، نگاه میکنه استاد یه لبخند ریزی داره و رد میشه. جرئت نمیکنه حرفی بزنه تا اون شب. غذا رو که جمع میکنه وقت بلند شدن ناغافل استاد باز با اون شمشیر چوبی به پای ماتاجورو میکوبه. فردا صبح وقتی میخواد از جاش بلند میشه از خواب از اتاق که میخواد بیاد بیرون، باز میبینه استاد کمین کرده و ناغافل با ضربه شمشیر به سرش میکوبه. از اون به بعد دیگه ماتاجورو هر لحظه منتظر بود که استاد یک جایی که کمین کرده با شمشیر چوبیش به اون ضربه بزنه. به خاطر همین در حالت دفاعی هر لحظه آماده بود، با ملاقه، با کفگیر، با قابلمه، با متکا، هر چی که بود جارو از خودش دفاع میکرد و کاملا آماده بود. میگن با این سبک تدریس استاد ماتاجورو به سرعت فنون شمشیرزنی رو یاد گرفت و به قدری تبحر زیر نظر استاد پیدا کرد که در اون دوران جزء بزرگترین، اگر بزرگترین نبود جزء بزرگترین شمشیرزنهای اون دوران به حساب میاد. این نوع تدریس استاد بود که خدمتتون گفتم و یکی از مشهورترین قصه های شمشیرزنی جهان به حساب میاد. مزه شمشیر بنزو مشهوره. امیدوارم که پسندیده باشیم و لذت برده باشیم. امیدوارم نکته های تمرینیش هم گرفته باشید، اون جایی که دقیقاً تدریس هنرهای رزمی است. از شما خداحافظی میکنم. لایک یادتون نره. در برنامه‌های بعدی میبینم قصه های قشنگی داریم. لایک ها کمک میکنه مردم اینها رو ببینم. در پناه خدا، روزتون خوش.